یه لحظه رد نکن واسه یه چیزی بهت بگم. ببین هیچ وقت توی تصمیم گیری بازار ورود نه. حالا چرا؟ به چند دلیل. دلیل اول اینه که هیچ سبکی بهت نمیگه که بازار میخواد به کدوم جهت بره. و دلیل دوم چون خود مارکت هم نمیدونه میخواد به کجا بره، چه برسه من و توی تریدر. حالا راه چاره چیه؟ چطور بفهمیم؟ اینه که آقا این بازار تصمیمشو گرفته. ساده است. کلوز کندل، زبون مادری بازار. ما یه دیدگاه دیگه بهت بگم. مثلا ازش بپرسی آقا مشتی مشغور بود، آقا کجا میخوای بری؟ مثلا اون بگه آقا اگه اینجا کلوز بدم 4 نفرم سوار کنم به نقطه فلانی میرسم. واقعا هم اینجوری هست. اگه به اندازه کافی تجربه داشته باشی، زبون بازار بفهمی، واقعا هم همینجوری باش حرف میزنی. ببین اگه زبون بازار بفهمی قشنگترین چیزی میشه واسه. حالا اگه دوست داشتی یه لایکی بکن، فالو بکن. دمت هم گرم. مرسی.